امتحان میکنیم کجیم ها. فکر کنم بهتر شدش. یس. ابروها رو بیام صفا بدیم. که من باید برم اینو بشورم و بیام. اینجوری بهتره. اون روژت هم بیار. روژ دیورم خیلی مهمه. خیلی مهمه که برای این میکاپ دیگه. ولی که اصلا هیچ چیزی مهم نیست. خب بله این عزیز دل، چون خیلی بیروهم همین عزیز دل رو ابتدا شروع میکنیم با نام و یاد خدا. بعد من از اونجایی که عاشق گل و بلبل و اکلیلم، از کودکی تا الان عاشق یونیکورنم و دست بر نمیدارم با قوت قلب. خب آخه نگاه کن چطوری یه نفر میتونه بودن 60 سالش باشه بعد با این به وجه نیاد. ای خدا، این یعنی ببین آهای خدای من. حالا نمیدونم میخوام باش چی کار کنم، ولی خب یه ایده هایی دارم. اولین کاری که میکنیم، شاید هم دومین کاری که میکنیم، چون قبلش هایدریت کردم پوستمو، از ژل ابرویی که ماهاست استفاده نکردم و شبیه صابون گلنار شده. بله همونطور که در تصویر ملاحظه مینمایید، این ژل ابرو به گل ابرو در واقع تبدیل شده و ما اهمیت نمیدیم. ما سفیدک دوست داریم تو ابرومون و برامون هم مهم نیست. میگیم که ورژن خودمون رو میخوایم داشته باشه. هیچ، یعنی ببین نه تنها به ابروهام نچسبید بلکه ابروهامو با خودش. آره پس اینقدرم که زیر ابرو دارم مثلا کود میپاشن. قرارداد داره ابرو، موهای ابروی من قرارداد نمیدونم با کی داره، که همین دیشب قبل از اینکه بخوابم برش داشتم. یعنی هنوز 12 ساعت نیستش، همونطور که میدونین من تا پاسی از شب بیدارم و نقاشی میکشم. 6 صبح من اینو برداشتم، الان خیلی به قوت خودش حتی قوی‌تر باقیه. میدونم کاش انقدر بامزه نبودم. میدونم چی میگید. به هر حال این ابروها خودش نعمتی هستش که ما قدردانش هم هستیم. خیلی خوب. ضد آفتاب، چون قراره تو نور آفتاب، تو نور طبیعی براتون ویدیو میکاپ و صحبت بگیرم. من از اینام که وقتی که کرم ضد آفتاب میزنم جوش میزنه صورتم. خب بگین خب، ولی از وقتی که جدی این سرم ضد آفتاب رو پیدا کردم واقعا خوشحال و ممنونم. فکر کنم مثلا تو تیک تاک اینا جایی یه نفر اینو معرفی کرده بود که منم به همه معرفیش کردم و همه خیلی دارن باهاش حال میکنن. میذاره از نور استفاده کنیم، جلوه های ویژه. نور، صدا، تصویر واقعا عالیه. عالیه. محشره. راستش من این دختره رو اصلا نمیدونم. تنها کلیپی که ازش دیدم همینه، با این کلیپایی که تفلکی مسخرش میکنن که من اصلا به نظرم خنده‌دار نیست. مشخصا شرایط عادی و نرمالی نداشته از بچگی و شرایط سخت بوده، یعنی نرمال نبوده از این نظر که خب
شرایط سختیه دیگه و چند نفر میان میگن اینو توی اینستاگرام که ما این سختی رو داشتیم و الانم حالمون خوبه، که اگه داریم یه چیزی رو که قبلا نداشتیم حالمون باش خوبه. و این خیلی به نظر من چیزه، یعنی جسارت میخواد. من فکر نمی‌کنم طرف دیوونه میبونه باشه، جسارت زیاده و این همه مسخره که میشه رو من واقعا نمیفهمم. یعنی بیایم راحت قبول کنیم که آدما هر طور که هستن ایندیویدوالی به صورت فردی خودشون اوکی خوبن. یعنی قرار نیست حتما چیزی که من فکر میکنم داره برای من کار میکنه برای تو یا برای یکی دیگه هم کار بکنه. نه، ما صرفا با یه چیزی تو زندگی حالمون خوبه و اگه یه نفر مدلی که داره بروزش میکنه ابرازش میکنه برای ما غیر قابل درکه، ازش بگذریم، نگاه نکنیم. ولی قضاوت هم نکنیم. اگه قضاوت میکنیم دیگه مسخره نکنیم واقعا. این تو دلم مونده بود، دوست داشتم که بهتون بگم. این از این. خب میکاپ خیلی مثلا عجیب غریبی نمیخوام بکنم. خب فقط میخوام یه تینت برونز داشته باشه صورتم، یه تم برونز، بخاطر اینکه فکر میکنم با نور و با هارمونی رنگ پوست خودم هماهنگی داره و این برقش هم من دوست دارم. یعنی من وقتی که میکاپ برق میزنه دوست ندارم ماتش کنم، اون برقش رو بگیرم. به نظر من برق میکاپ اتفاقا اگه البته به چربی نزنه خیلی شیکه و نباید مات بشه توی عکس و فیلم ها. این که چی میگم؟ چون معمولا اون موقعی که ما سر پروژه های مثلا عکاسی میرفتیم برای عروس، چون عکاسی فقط بود، من ترجیح همین بودش که اصلا خیلی مات کار نکنم و خیلی فیکس استفاده نکنم، اما خب توی تصویر رفلکس میشد و اوکی نبود. ولی الان انقدر دوربینا و تجهیزات و تکنولوژی و چه میدونم مدل ادیت ها و اینا اوکیه و خفن شده که الان جا افتاده است. ولی من اون موقع این فکر رو داشتم که همیشه سر فیلم برداری عکاسا میگفتن که لطفاً اون برق رو بگیریم، ولی خب بالاخره اون سیستمش فرق داشته، یه کار عروس بود و میک سنس میکرد، با عقل جور در میومد. در همین حد، یعنی مثلا خیلی نمیخوام پوستم رو سنگین کنم. و از یک عدد کانسیلر بسیار سبک دیور بک استیج I love it. این حتی بدون پودر فیکس هم خوشگل وای میسه زیر چشم، به خاطر اینکه من خیلی حساس بودم که اصلا چروک نیفته دور چشم و همیشه با بیک این اتفاق میفته برای خودم. و یه کاری که کردم که دوست داشتمش، نتیجهش هم خوشم اومد، همین بود. از این کانسیلری که خیلی کاور خاصی هم نداره، فقط تقریبا میشه گفت کالر کارکتوره و به خاطر اون برقی که داره نور رو رفلکت میکنه و گودی دور چشمو میپوشونه که خطای دید ایجاد میکنه دیگه. ما با کرما و مواد آرایشی در واقع چروکی رو از بین نمیبریم یا جوشی رو از بین نمیبریم، فقط داریم خطای دید ایجاد میکنیم با کنتراست رنگا و اینو به مخاطب القا میکنیم که تو باور کن که من پوستم صافه، که نیست. دقیقاً این نقاشی میمونه. تو نقاشی هم ما که دریاچه اونجا نداریم، دریاچه یا مثلا آبشاری که نیستش واقعا، نه همش رنگ دیگه، داریم خطای دید ایجاد میکنیم ما با نقاشی که یه تصویری رو بیافرینیم که وجود نداره. در واقع وجود داره ولی تو فکرمون وجود داره. من وقتی که داشتم این نقاشی رو میکشیدم، چون خب خیلی من نقاش حرفه‌ای که نیستم، مثلا تازه دارم شروع میکنم و
یه جورایی با آزمون و خطا دارم از توش یاد میگیرم. و یه اتفاقی که افتاد دیشب سر این نقاشیه، من از قبلش خب تنها چیزی که کشیده بودم که مال خودم بود، البته به غیر از کار ابسترکت و اینا، اون ویو بالکن خونم بود که روی دیواره توی راهرو زدمش و خیلی دوستش دارم. یعنی مثلا من فنگوخم دارم و به نظر خودم خیلی قشنگ اینو کار کردم و من معمولا نسبت به نقاشی خودم انقدر اینو نمیگم، ولی اون برای من حس منتقل میکنه تا فقط تصویر. نمیدونم متوجه منظورم میشین یا نه، ولی خب الان من میارم ببینین. اوکی، ببین این جزء اولین کاری بودش که من از فنگوخ میکشیدم. اینو یکی دیگه، این فکر کنم آره دیگه، این دوتا همزمان با هم شروع کردم. اینو به نظر خودم خیلی خوبه، خیلی دوستش دارم. چقدر با این سایه باحال شد. خب این میذارم اینجا. اوکی، و این هم همینطور، این هم خیلی حالم باش خوبه، واقعا دوستش دارم و اینو برجسته کار کردم که می‌بینی اگه یه نفر میاد نزدیک ببینه این ابرو براش قابل لمس باشه. این از این. و گل سرسبد مجلس، من یکی از چیزایی که در مورد این خونه خیلی دوست دارم این پنجره بزرگ و ویویه که به بیرون داره و کلاً برلین برای من خیلی شبیه شهر کودکیام کنگاوره و به گفتنش خیلی خنده داره، خب چون همه مثلا برلین کجا کنگاور کجا، ولی چیزی که منظورمه تو یه اصالتی توش میبینی. میبینی مثلا من بچگیام کنگاور برام مثلا فرق میکرد، برام بهترین جای دنیا بود. هیچ وقت نمیخواستم اگه یه جای دیگه میرفتم دوست داشتم سریع برگردیم به شهرمون، چون خیلی خوشگل بود و انقدر ساختمون نساخته بودن و دور و اطراف خونمون پر از علفزار و میدونی این چیزا بود و اینو به جز اونجا دیگه من خیلی جایی ندیدم. یعنی من مثلا قطرم انقدر بافت شهری تمیزه و اصلا اجازه نمیدن علفزاری چیزی در بیاد، اما تو برلین اومدم و با مثلا حجم زیادی از طبیعت، گل، نمیدونم درخت و سبزه یهو روبرو شدم و علفزار. یعنی مثلا میذارن رشد کنه، شهرداری نمیاد در جا اونو مثلا چیزش کنه، اونو بزنه و تو تقریبا اینو هی میبینی تو هر محله‌ای که میری و بر من خیلی حس نوستالژیه. من میرم مثلا توی اینا مثلا راه میرم، حالا مثلا پست و عکس و اینا هم گذاشتم تو اینستاگرام به هر حال. و یه چیز دیگه این که آسمونش، یعنی من روز اولی که اومدم برلین آسمون نظر منو خیلی جلب کرد، شکل ابرا و رنگا واقعا یه چیز فوق‌العاده است و من هر روز غروب آفتاب میشنم نگاه میکنم چون هر بار یه شکله. و یکی از روزایی که من این غروب آفتابو هیچ وقت یادم نمیره، یه روزی مثل امروز مثلا تصور کنید همینطوری آفتابی بود ولی آسمون و ابرا به شدت خوشگل بودن و داشت غروب میشد و یهویی نم بارون گرفت. یعنی تو این قطرات بارون رو اینجوری نارنجی میدیدی تو نور غروبی که داشت میشد و من اینو کلی ازش عکس و فیلم گرفتم، حالا میذارم. و یک لحظه رو توی یه فیلم که گرفتم از خونه یا یه عکس من اینو نقاشیش کردم و به من خیلی حس خوبی میده. احساس میکنم حسو با اینکه تکنیک بلد نیستم یا حداقل واقعا تکنیک من بلد نیستم چون تازه میگم دارم انجام میدم، ولی حسی که بهم میده برام اینو قابل باور میکنه که داره غروب آفتاب میشه. این کنتراست بین بنفش، این تضاد بنفش و نارنجی اصلا خیلی دوستش دارم. خب خلاصه این و اون نقاشی هم که من عکسشو، یعنی در واقع عکس واقعی یه لحظه است، اونم
و توی اینستاگرام گذاشتمش و فکر کنم نوشته بودم که اگه عشق قرار بود که تصویر باشه از نظر من یا مثلا رنگ باشه این توی این تصویره. و توی این یه هفته‌ای که میخواستم ذهنم رو یه ذره آروم کنم از درس، یه ذره فاصله بگیرم، حالا میریم سراغ اونم، گفتم نقاشی کنم و اینا، میخواستم بدم چی بکشم، دیدم چرا اونو نکشم. میشه دومین تصویر واقعی و از یک لحظه و من میتونم توش خودم رو کشف کنم. و توی این نقاشی فهمیدم چقدر مهمه تو رابطه علت و معلول رو توی نقاشی بتونی درک کنی. وقتی که اونو بتونی درک کنی میتونی سایه ایجاد کنی، وقتی که اونو درک کنی میتونی بعد بدی. و با این نقاشی اون اتفاق افتاد. یعنی مثلا شاید با اینم یکم داشت اتفاق میفته، ولی با این من تازه دارم و دیگه نگاه یعنی من آدمیم که همیشه میگم من نمیتونم از سرم نقاشی بکشم. مثلا تو تراپی یکی از چیزایی که به تراپیستم میگم همیشه اینه که من نمیتونم چیزی که تو ذهنم رو بکشم. و دیشب سر این نقاشی گوشو گوشم کنار، چون اصلا پیش نمیرفت و خیلی غیر طبیعی بود، خیلی فقط رنگ بود به عنوان یه آبجکت، رنگی نبود که مثلا بخواد تضاد یا مثلا هویتی به این تصویر بده. و دیگه گوشی و گوشم کنار و از تخیلم و خودم رو تو اون لحظه احساس کردم که یهویی پریدم توی دوران بچگی و پدر بزرگم. من جدیدن خیلی دلم برای پدر بزرگم تنگ میشه، حاج آقا صداش میکردیم و این آدم جز شادترین آدمایی بود که من تو زندگیم تا همین الان دیدم، یا حداقل این شادی رو میخواست تزریق کنه به همه. و روشش چی بود؟ روشش این بودش که ما پنجشنبه شبا که اونجا میرفتیم دیگه، مثلا من اونجا با دختر خالام میخوابیدیم تا فرداش که مثلا ما بریم مثلا بیرون و تو طبیعت باشیم، که خیلی وقتا ما شب قبلش میرفتیم. یه وانت داشت، یه وانت بار داشت حاج آقا که ما بچه ها همین پشتش میشستیم و ببین فکر کن ساعت 5 صبح راه میفتیم، هوا هنوز تاریک بود، طلوع خورشید رو تو جاده میدیدیم با این تکونا و چقدر ما میخندیدیم تا برسیم به یه جایی به اسم سراب فش. الان همه همشهریان میدونن راجع به چی دارم حرف میزنم. و اونجا اون موقع سراب فش یعنی ببین خیلی قشنگ بود، هنوز سکو نزده بودن، هنوز جای مثلا چه میدونم این تراسایی که گذاشته بودن نبود، اون چی بهش میگن تراس، نه میدونین چی میگم دیگه، این چیزایی که این اتاقکایی که میزنن اسمشو یادم رفته واقعا، ببخش. و اونجا بودیم دیگه در طی روز که کلی مثلا آبازی میکردیم با دختر خاله دختر دایی و تو همین ایام عیدم بود. مثلا برای همینه من خیلی هوایی شدم، واقعا دلم تنگ شده و همش به اون دوران فکر میکنم و این برام تداعی اون موقع است. چون ما وای میستادیم تا شب که میشد نور مهتاب میزد، موزیک میذاشتیم و میرقصیدیم. آب برام بخورم. موزیک که نبود در واقع، آره موزیک که نه، مثلا اینجوری با قابلمه و مثلا با قابلمه و این چیزا، معلوم موزیک که نبود. خلاص اینجوری، برای همین این نقاشی برای من تداعی دقیقا همون موقع است و سعی کردم تجسم کنم اونجا این نور مهتاب زده مثلا به درختا، چون خیلی برام سخت بود درختا رو بکشم. فکر کنم 3 بار من عوض کردم کلا و هنوز تکسچرش روی تابلو هست که خیلی باعث شد به خاطر اون تکسچرهایی که اتفاق افتاده و خوش شده تصویر 3 بعدی تر بشه، دیده بشه. خلاصه اینجوری. و حالا هر چقدر که داره پیش میره من واقعا حالم باش خوبه.
حس خوبی به خودم میده. و هدفم هم از نقاشی کردن همینه و تنها چیزی که وقتی انجامش میدم واقعا حالم باش خوبه نقاشی کردنه، چون توش هیچ کسی رو به جز خودم قرار نیست متقاعد کنم که خوبه. بهار شد و آلرژی یا اول اینطوری. و به نظر من خیلی مهمه ما یه ذره به این موضوع بیشتر توجه کنیم که وقتی داریم یه کاری میکنیم به خاطر کی داریم اون کار رو میکنیم، به خاطر چی اصلا داریم اون کار رو انجام میدیم یا اون شغل رو داریم یا هر چیزی. البته این اصلا موضوع کلی نیست، یعنی من دارم فقط در مورد تجربه خودم حرف میزنم باهاتون و سفری که خودم داشتم، نه اینکه بگم این درسته، نه، چون شرایط هر کسی فرق داره. توی اولویت‌های زندگی این موضوع مشخص میشه. تو وقتی که اولویتت پوله و واقعا هم باید باشه تو اون شرایط دیگه پوله، یعنی دهنت هم سرویس بشه باید انجامش بدی چون بهش احتیاج داری، نیازش داری. این برای خیلی بعد از این داستان باید ببینی که برای تو چی کار میکنه. هر چیزی که برای خودت کار میکنه در زمان حال همون کار رو انجام بده، اصلا برای مهم نباشه بقیه چی میگن. من صرفا اینجا میام از تجربه خودم میگم چون من باور دارم ما آدم ها خیلی بیشتر از چیزی که فکرشو بکنیم به هم دیگه شباهت داریم و امکانشو میبینم که کسی در شرایط شبیه به من باشه، نه دقیقا مثل من ولی تو شرایط شبیه من که احساس کنه یعنی من فقط اینطوریم، من الان فقط این احساساتو دارم، من فقط به این مسائل فکر میکنم یا مثلا نه کسی دیگه هم هست. صرفا این احساس رو بده که تنها نیستی اگه تو هم شبیه به منه طرز فکرت عادیه، یعنی ما فقط آدمای متفاوت از هم تو یه سری مسائلیم ولی اصلمون یکیه. و حتی اگه با من خیلی متفاوت دیدگاهت، با تویی هم که داری این ویدیو رو نگاه میکنی و همیشه مثلا ته ذهنت کنجکاوی در مورد من بدونی ولی تهش هم خیلی از من خوشت نمیاد، تو هم بدون چیز ببین، بدون چی میگن؟ بدون دفاع ببین، بدون قضاوت یا چی میگن، بدون گارد ببینش. فقط ببینی یه آدمی داره مثلا چی داره میگه اصلا. ببینی مطمئنن اون یه جایی به دردت میخوره راجب خودت. میدونی چرا؟ بخاطر که تو وقتی داری این ویدیو رو نگاه میکنی و هنوز از من خوشت نمیاد و هر چقدر من حرف میزنم رو مخته، این یه چیزی رو داره در مورد تو میگه، یه جای کار تو که نرفتی سراغش، درمانش نکردی یا باش روبرو نشدی هستش که تا زمانی که نری دنبالش این با تو هست. و حالا به شکل یه آدم ممکنه خوشو نشون بده، یعنی تو با یه آدم روبرو بشی ازش خوشت نیاد، یه حیوان بیاد تو رو بو بکنه خوشت نیاد، از
غذای خاصی ممکنه خوشت نیاد، میدونی اینا همشون دلیل داره در اکثر مواقع. چون استثنا هم هست دیگه، یه سری چیزا اکتسابیه، یه سری چیزا تو به ارثش میبری. ببین عاشق این ریملای رنگی شدم من. با فاطیما تو قطر که بودیم میرفتیم خرید میکردیم، میرفتیم لوازم آرایشی متفاوت و پرودکت های مثلا با مزه رو امتحان میکردیم ببینیم مثلا چی بهمون ممکنه بیاد که خودمون ندونیم. و یهویی با هم به این نتیجه رسیدیم که آرایش چشم بنفش به ما چشمشگیا میاد یا چشمای تیره. حالا اگه حتی یه ذره چشاتون عسلی تر باشه، مثلا یه ذره قهوه‌ایش مشخص تر باشه، این رنگ بنفش برای توی دوست عزیز، از من جدی بگیر. خب برای اینکه یه ذره بیشتر گوگلیش کنیم، وای چرا بامزه دوستش دارم. چیکار میکنیم؟ آهان این یونیکورن. ببین مطمئنم اینجا کامنت میذارین که ما هم عین تو عاشق یونیکورن و این چیزاییم، ولی یه سیکرته بین خودتون. بابا خودتون باشید، راحت باشید، بگید، بخندید، حالش رو ببرید. خب آقا میدونی میخوام چیکار کنم یا نمیدونی؟ میدونی یا نمیدونی؟ اگه میدونی که ما رو الکی مسخره خودتون. خب ببین یه ذره اینطوری نقره میزنیم، وای خدای من، اینجوری میزنیم به توک مجرامون، نوک نه توک. باری کلا وای چه میکنه این بازیکن، اوه مای گاد تبارک الله. ببین با این چیزا واقعا میشه خوب بود. میشه حالت خوب باشه با همین چیزا. اوه مای گاد خیلی خدای من. آرام باش ولی اونجا آرام باش. بذار یه ذره هایلایت هم بزنیم به نوک بینیمون و اینجا و اون گوشه داخلی چشممون. ولی این موها رو مخم، میدونم رو مخ شما هم هست، اصلا موی جهم به من نمیاد. نه خیلی هم بهت میاد، در مورد خود درست صحبت کن. خب اول یه ذره متا میزنیم. ببین این تریاک مثلا پاستوری داره، اینو برای حساسیت گلومون استفاده میکنیم. شبیه قیشیه. میدونی قیشی چیه؟ فکر کنم ما کردا و اینا میدونیم. خب من واقعا خودم نمیبینم. آینه رو یه ذره اینجوری میکنیم. باید کلاک آفرین به شعور شخصی. بی نظیره. همه اون با هم جهنم میبینم تو. خب اینم از اینو. چیکار کنیم موها بد شد. موها رو به نظر من کاش همونطوری نگه داشتیم سنگین در. واسه ببینم چیکارشون کنم. تقصیر شماست. شما جای بدی وایسادید، والا قرار نیست اینقدر وحشتناک بشه. من مشکل چیه؟ خب اولا که من چرا الان باید اینو استفاده کنید؟ چرا؟ بعد آفتاب. خب ای خدا، یعنی میگم چرا یه جوری چی شد؟ خیلی اتفاق مهمیه. عالی شد. خب
یه جوری شدم. وای خدا خیلی هم قشنگه. چرت و پرت نگو. ولی دوربین بده. حسم میگه که دوربین جاش خیلی مناسب نیست. یه کاری که میخواستم بکنم الان بهتون نمیگم، بعد از اینکه انجامش دادم باهاتون به اشتراک میذارم. شو بذاریم مهمونی 2 بردم. حالا